دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 22 ایولی سال 2026 می باشد. قرار داریم در ولایت سوخت ناحیه بابجان غفورو در باغ سبزوری سیب زرد گلدن دیلیشس میگن. سیب ببینید چه بستگی. این علاقه سیب های اینتنسیوی می باشد. قد پست چه که من قد کردم بنیاد نمودن باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی زیر نظارت قطعی وزارت کشاورزی، زیر نظارت وزیر کشاورزی، خود وزیر کشاورزی امسال با تشبث اون کس در جمهوری زیاده از 30 هکتار باغ اینتنسیوی سوپر اینتنسیوی ساخته شده بود، بنیاد شده امسال و این اقدام دوام دارد. با دستگیری وزارت کشاورزی، رئیس‌های ناحیه و ولایت‌ها یک جان تشکر می‌گویم. ببینید که چقدر من همین باغ‌ها آباد شده است. من مثال میگیرم، همین سیب رو گیریم، شما باغ کردید، باغ رو باید که شما به طرز علمناک باید آباد کنید با همکاری با علم‌های ما. من مثال میگیرم گل صیدلی مامورویچ که از خزینه طلایی ساحه کشاورزی ما به حساب می‌رود، رکتور دانشگاه، اکادمی علم‌های کشاورزی، اینا همه‌شان در باره پیشرفتن ساحه کشاورزی کارهای بسیار کلان انجام داده است. من میدونم و وقتی که شما باغ میکنید باید استفاده برید از علم‌های ما، از کتاب‌های آنها و محصولات نغز به دست بیارید. وقتی شما باغ میکنید و از علم استفاده نمیبرید، کارتون برار نمیگیرد و میگویید که نشد و میشود وقتی که شما خطاگی نکنید، به خطاگی راه ندادید. برای به خطاگی راه ندادن چیکار کردن در کار؟ علم را استفاده بردن در کار. آن شخصیت ها رو رفته مصلحت کردن در کار، از آن شخصیت هایی که در این ساحه پروفسور می باشند، معلم می باشند و تجربه های کلان دارند. همچنین عزیز من دیدید، من و شما بادامزور رو نشون دادم، چه که در فرخور میبست. من باز نشون دادیم بادامزوری ولایت سوخت رو، من از سبزورش رو نشون دادم. سیب مثال میگیرم همین داشته باشد، اگر 30 کیلو داشتگی باشد، همین 30 کیلو با 5 سومونی رفت 150 سومونی، 1000 دانه داشته باشد 150,000 سومونی می شود. همین با 50,000 رو با خودی سیب برگردونده تید اگر عالم گلستان می شود. حاضر من نور رو میگیرم، باز از نزدیک نشون میتیم. دوستان عزیز این رو ببینید چه بستگی است. همون سیب زرد گلدن دیلیشس است. من از این سیب میبیارم، خدا خواهد امسال با بسیار میبیاریم از ایران، صفت خوب ترش رو میبیاریم. این هم سیب فلزی ساز است. اینا ببینید چه بستگی. اینش آفتاب سوخته است، خیلی میسوزد، در آفتاب سوختگیش میسوزد، نه سوختگیش میبندد میماند. ببینید من این طرفش رو میگردیم، اینا ببینید با کلانتر در اینجا. دوستان عزیز من همین میشود که باغداری که فایده ببینید، فقط چی در کار؟ کم ترک صرف پول، مبلغ، مهنت، نترسیدن، ترس و هراس در کار نیست. من آقایش ببینید برگ ندارد، فقط سیب دارد. ببینید دوستان عزیز همین باغ هم من که میدارم کمبودی رو میبینم، همین باغ هم کمبودی دارد. بیخش نرم کدگی نیست، آب قطرگی دارد، با آب جویباری دارد. با هر حال این تیرمو گذرانده شدگی است کار اگرتکنیکش رو، چون که سیب این خیلی نمیبندد اگر کار رو نغزی رو نکنید. من بروشش رو ببینید، بروشی کوتاه هست. این سیب رو ببینید چه بستگی، بولاش همش بریدگی است، نمیمونه که کلان شود. هرچند که این در تک پیوندی اگر ویم باشد، اگر دونگی هم باشد، کلان شدن نمیمونن و اینقدر بسیار میبندد. من خدا خواهد در تک پیوند ام 106 میبیارم، با حالی کفته ایستادم در تک پیوند ام 9 بیارم. تک پیوند ام 6 و ام 9 این تک پیوند است، این بالای وقت پیوند میشد. دوستان عزیز من این سیب رو دیدید در ولایت سوخت چقدر بهترین باغ کردن. من میدونم در ولایت بدخشان، در ونج و در دروازه و در این طرف از این هم بهتر است، لیکن وای دورتر است که من رفته اونجا یک نور گیرم. اینو ببینید من همین چندین هکتار است، دراز است. من ببینید اون طرفش نمیتواد این باغ رو. این سیب رو بسیاریش رو ببینید، چه که من گفتم اگر این رو 500 میتید، اگر این سیب علاقه فایده میبیارد با باغبان. من دوستان عزیز یک جان تشکر با دقت شما. البته باغداری کنید، باغداری فایده نغز میبیارد. با کسی معقول باشه اگر یک تا لایک کنید.